سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین برآورد خود از جانباختگان اعتراضات اخیر در ایران می‌گوید که شمار کشته شدگان دست کم به 143 تن رسیده است. پژوهشگران این سازمان غیردولتی بر این باورند که شمار جانباختگان اعتراضهای ایران احتمالاً به طرز چشمگیری بیشتر از 143 تن است و بر این اساس به تحقیق ادامه می‌دهند. این نهاد غیردولتی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه مطبوعاتی ضمن محکوم کردن استفاده از قوه قهریه که منجر به تلفات جانی شده خواستار واکنش جامعه جهانی شد. سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده که بر اساس گزارش‌های موثق تقریباً تمامی جانباختگان به واسطه سلاح گرم جان باخته‌اند. در این بیانیه آمده است که یکی از این افراد به دلیل استنشاق گاز اشک‌آور و یک فرد دیگر به دلیل ضرب و جرح جان دادند. فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل، گفته افزایش شمار جانباختگان نشانه هشدار دهنده است از اینکه برخورد با تظاهرات غیر مسلحانه تا چه اندازه بیرحمانه است. کمیسیون عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و شماری از کشورها سرکوب معترضان را محکوم کردند. با این حال مدیر پژوهش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین‌الملل واکنش جامعه بین‌الملل را به شدت ناکافی خوانده است. او گفته است که این کشتارها باید به شدیدترین صورت ممکن محکوم شوند. عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه‌اش به استناد ویدئوهای موجود که به تایید این سازمان رسیده میگوید که نیروهای امنیتی ایران با تعمد از سلاح گرم علیه معترضان غیر مسلح استفاده کردند و این در حالی است که آنان تهدید جانی را متوجه کسی نکرده بودند. در این ویدئوها نشان داده می شود که نیروهای امنیتی از فواصل نزدیک به معترضان شلیک می کنند. بر اساس قوانین بین‌المللی نیروهای امنیتی فقط زمانی میتوانند از قوه قهریه یعنی سلاح گرم استفاده کنند که این اقدام به منظور مقابله با تهدید جانی یا جراحت جدی حتمی غیر قابل اجتناب باشد. اعتراضهای اخیر در شماری از استانهای ایران از روز جمعه 24 آبان و در پی اعلام افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین آغاز شد. گزارش‌ها حاکی از بازداشت گسترده معترضان است.